سوره طارق و سوره اعلی جزء 30. سوره طارق آیه 1 تا 17. سوره اعلی آیه 1 تا 15. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق. سوگند به آسمان و سوگند به طارق. و ما ادراک ما الطارق. و تو چه میدانی طارق چیست؟ النجم الثاقب. همان ستاره درخشان است. این کل نفس لما علیها حافظ. هیچ کس نیست مگر آنکه بر او نگهبان و محافظی از فرشتگان است. فلینظر الانسان مما خلق. پس انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است. خلق من ماء دافق. از یک آب جهنده آفریده شده است. یخرج من بین الصلب والترائب. که از میان پشت و سینه بیرون می آید. انه علی رجعه لقادر. بیگمان او بر بازگردانیدن او پس از مرگ قادر است. یوم تبلی السرائر. روزی که نهانها آشکار می شود. فما له من قوة ولا ناصر. پس او را هیچ نیرو و یاوری نیست. والسماء ذات الرجع. سوگند به آسمان پرباران. والارض ذات الصدع. و سوگند به زمین پرشکاف. انه لقول فصل. بیگمان این قرآن سخن جدا کننده حق از باطل است. و ما هو بالهزل. و آن سخن هزل و بیهوده نیست. انهم یکیدون کیدا. بیگمان آنها پیوسته حیله و نیرنگ می کنند. و اکید کیدا. و من هم حیله و تدبیر می کنم. فمهل الكافرین امهلهم رویدا. پس کافران را مهلت بده، اندکی آنان را رها کن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سبح اسم ربک الاعلی. نام پروردگار بلند مرتبه‌ات را به پاکی یاد کن. الذی خلق فسوى. همان که آفرید پس درست و استوار ساخت. والذی قدر فهدى. و همان کسی که اندازه گیری کرد پس هدایت نمود. والذی اخرج المرعى. و آن کسی که چراگاه را رویانید. فجعله غثاء احوى. سپس آن را خشک و سیاه گردانید. سنقرئك فلا تنسى. ما به زودی قرآن را بر تو می‌خوانیم، پس هرگز فراموش نخواهی کرد. الا ما شاء الله. انه یعلم الجهر و ما یخفى. مگر آنچه را که خدا بخواهد، همانا او آشکار و نهان را می‌داند. و نیسرک للیسرا. و ما تو را برای راه آسان توفیق می‌دهیم.
فذكر إن نفعت الذكرى پس اگر پند مفید باشد پند ده. سيذكر من يخشى به زودی کسی که از خدا می ترسد پند می پذیرد. ويتجنبها الأشقى و بدبخترین مردم از آن دوری می گزیند. الذي يصلى النار الكبرى همان کسی که در آتش بزرگ جهنم در خواهد آمد. ثم لا يموت فيها ولا يحيا سپس در آن آتش نمی میرد و نه زنده می ماند. قد افلح من تزكى یقینا کسی که خود را پاک و تزکیه کند رستگار شد. وذكر اسم ربه فصلى و نیز کسی که نام پروردگارش را یاد کرد پس نماز گزارد.